با سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان و همراهان با وفای کانال صدای حقیقت. باز هم با شماییم تا شنونده یکی دیگر از قصه های واقعی و پردرد هموطن خود باشیم. داستانی که امروز برایم رسیده حکایت دختری است که در حصار وعده های پوچ و تعصبات قومی گیر مانده است. قصه ای که شاید سوالی خیلی از شماها هم باشد: تا کجا باید به پای یک وعده پوچ بسوزیم؟ بریم که با هم بشنویم. سلام لالا جان، امید که خوب و خوش باشی. من یکی از شنونده های وفادار و همیشگی قصه هایت هستم. همیشه کوشش میکنم لابلای تجربه های دیگران راه حل برای زندگی خود پیدا کنم. بگذار از خود بگویم. نامم را به نام مستعار لیلا بگذارید. دختری از ولایت کابل هستم. قد متوسط، چشمان ماشی و اندام متناسب. نمیخوایم از خود تعریف کنم، اما هر که مرا میبینه میگه چهرت خیلی دلکش و جذاب است. خدا را شکر میکنم از خلقتش راضی هستم. ما یک فامیل 9 نفره هستیم، 3 خواهر و 4 برادر. همراه با پدر و مادرم زندگی میکنیم. الحمدلله وضعیت اقتصادی ما خوب است و تا امروز زندگی خوش و آرامی داشتیم. اما لالا جان، قصه ما از 6 سال پیش شروع شد. زمستان سال 1397 بود. یک روز که نزدیک شام بود، در مسنجر فیسبوک هم برایم یک پیام آمد. نام فیسبوک و وایبر و اینستاگرامم تمامش به نام اصلی خودم بود. یک اکانت به نام فرهاد پیام داد: سلام. من هم جواب دادم: علیکم سلام. گفتم خوب هستی؟ من شما را نشناختم. پرسید دختر هستی یا بچه؟ لالا جان، من وارخطا شدم. گفتم مگر از نام و عکس پروفایلم نشناختی؟ عکس پروفایلم عکس دستایم بود که یک کتابچه سرخ در بغل داشته. گفت مگر عکس خودت است؟ گفتم بله. گفت وقتی نامت در فیسبوکم ظاهر شد فکر کردم بچه هستی، چون به همین نام یک همسنفی در لغمان داشتم. گفتم اشتباه کردی، من و کسی که میبینی یا میگی نیستم. گفت میشه خود را معرفی کنی؟ من هم خیلی جدی و با احتیاط جوابش را دادم. پیش خود گفتم شاید از دوستای پانتونم باشه، چون اکثرشون با نامهای بچگانه فیسبوک دارن. گفتم فقط میخوایم آشنا شویم، دیگه هیچ هدفی ندارم. پرسید نامت چیست؟ گفتم نامم در فیسبوکم نوشته است. گفت از کجای کابل هستی؟ گفتم از سر کوتل. گفت مکتب را تمام کردی؟ گفتم بله، 2 روز بعد سمستر 7 پانتونم شروع میشه، رشته قضا و سارنوالی میخوانم. از آشنایی با من خیلی خوشحال شد و او شب گذشت. فردای او روز باز به مسنجرم پیام داد: سلام. باز هم پرس و پال کرد. گفتم چرا باز مسیج میکنی؟ گفت میخوایم بیشتر آشنا شویم. گفتم من نمیخوایم و مثل دیگه دختران نیستم، لطفا دیگه مسیج نکن. گفت درست است، اما لالا جان من دختر بسیار ترسوی بودم، حتی پیش روی فامیلم جرئت نمیکردم با موبایل گپ بزنم. همیشه میترسیدم که از من بپرسن چرا اینقدر مصروف هستی. به همین خاطر فرهاد را بلاک کردم. فردای او روز دیدم در زیر یکی از پست هایم کامنت مانده: چرا اقسم کردی؟ وقتی این کامنت را دیدم تمام وجودم لرزید، چون فامیلم در فیسبوک فرند بودن. زود از بلاک کشیدمش و گفتم کامنتت را پاک کن. کامنتش را پاک کرد و باز اصرار کرد که برایش وقت بتم تا همدیگر را بشناسیم. چند روز در مسنجر گپ زدیم تا اینی که گفت وایبر داری؟ گفتم بله. گفت نمبرت را روان کن. اول قبول نمی‌کردم، اما این خواهش کرد که آخر مجبور شدم روان کنم. چند روز در وایبر گپ زدیم که یک شب فرهاد گفت دوست دارم. حتی قسم هم می‌خورد. من باور نمی‌کردم. میگفتم این چه قسم دوست داشتن است؟ تو هنوز حتی یک عکس مرا هم ندیدی. چطور میگی دوست دارم؟ خلاصه لالا جان، امی گپ زدن های ما ماها طول کشید. من که در پانتون اول نمره بودم، روز به روز از درس دور شدم، چون کل فکرم شده بود فرهاد و گپ زدن با خودش. از فرهاد بگویم بچه با اخلاق، خوشخلق، قد بلند و 4 شانه. از ولایت لغمان است. پدرش در وزارت دفاع در وقت جمهوریت پست بلندی داشت و تا قبل از کرونا کابل زندگی میکردن، اما حالا لغمان هستن. خودش هم در یک دفتر خارجی وظیفه داشت و معاشش خیلی بالا بود. این آشنایی ما زیاد شد و من هم کم کم عاشقش شدم، تا اینی که یک روز سر مسابقه کریکت شرط بستیم و او هم برنده شد. گفت یک چیز ازت میخوایم، حقیقت دلت را بگو. گفتم فرهاد،
در این چند ماهی که میشناسمت هیچ بدی ازت ندیدم و راستش دوست دارم. گفتم تو که مرا ندیده بودی چطور عاشق شدی؟ گفت میخواستم امتحانت کنم. تو اولین دختری بودی که گفتی دیگه مسیج نکو. از همه خاطر قصد کردم که هر طور شده دلت را به دست بیارم. بعد عکس های خود تبادله کردیم. میگفت حتی اگر لنگ کور هم باشی باز هم دوست دارم. اما لالا جان، فرهاد از لغمان بود و ما از کابل. فامیل ما با پشتونها زیاد جور نبودن، مخصوصا بیبی جانم که 2 سال میشه فوت کرده. 4 سال از رابطه ما گذشت. هر وقت میگفتم بیا نامزاد شویم، میگفت 2 خواهر کلانم مجرد هستن، بمان اونا اول برن. خواهر کلانش نامزد شد. باز گفتم بیا، گفت صبر کو، برادر خوردم یک دختر دوست داره، اول کارهای او خلاص شود. هر بهانه‌ای که می آورد من قبول میکردم. برای من میگفت تو زنی ما هستی، صبر داشته باش. حالا 6 سال از رابطه ما میگذره. خواهر دومم هم نامزاد شد و خواستگار هم برایم خیلی زیاد میآید. 3 تا از پسرعموهایم خواستگارم هست. هرچی به فرهاد میگم بیا خواستگاری، میگه کلش را به ما بمان، من حل میکنم. فرهاد 6 ماه میشه کسی آمریکا انداخته، چون با نیروهای خاص همو اسپیشال فورس میگه کار میکنه. وقتی حکومت سقوط کرد برایش ایمیل آمده بود که بره آمریکا، اما به خاطر پدرش نرفت. قبلا هم 6 ماه آمریکا رفته بود، پاسپورت و گرین کارت آمریکا داشت، اما چون بعد از سقوط جواب ایمیل ها را نداد پاسپورتش بلاک شد. حالا میگه وکیل گرفته و کارهای ما را از طریق مامایش که در آمریکا است شروع کرده. حتی برای مامایش پول روان کرده که اسپانسر ما شود. میگه صبر کو، کارهای آمریکا کمی پیش بره، باز میایم خواستگاری. لالا جان، فرهاد فعلا در یک شرکت خارجی در پکتیکا کار میکنه. من چندین بار از گپ‌هایش فهمیدم که مادرش مرا نمیخواهد. بالاخره صبرم لبریز شد. 2 روز پیش یک مسیج چند صفحه‌ای برایش نوشتم. گفتم اگر مرا میخواستی حداقل در این 6 سال 1 بار خواهد را روان میکردی. تو چون ما را هم سطح خودت نمیبینی و شاید چون پولدار نیستیم مادرت قبول نمیکنه. داری وقت کشی میکنی. صبح که پیامم رو دید خیلی خفه شد. گفت عشق مرا زیر سوال بردی. فکر کردی من به خاطر پول نمی آیم. گفتم این دفعه تا کار خواستگاری را خلاص نکنم نه زنگ میزنم و نه مسیج میکنم. چند ساعت بعد استوریمون که طرف لغمان میره، اما حالا که مسیج میتم درست جواب نمیده و میگه سردرد هست. لالا جان، در این 6 سال رابطه ما کلن 2 بار در موترش بالا شدیم، او هم برای 6 یا 7 دقیقه و چند بار هم پیش خانه خود ما آمده که از پشت کلیکین دیدمش. کل گپ و دیدن ما تصویری بود. حالا برایم یک راه حل نشان بدین چطور با فامیلم گپ بزنم. اونا با پشتونها جور نیستن. نام داستان مرا افغان تاجیک بمانین. گاهی افسوس میخورم که چرا در یک کشور قوم پرست به دنیا آمدیم. از یک طرف سنم بالا میره، از طرف دیگه 3 تا پسر کاکای منتظر جواب ما هستن. لطفاً برادروارانه برایم بگوین که چه کنم. تشکر از شما. خداوند حافظ و ناصرتان باشه. خب دوستان عزیز، داستان لیلا را شنیدین. واقعاً جای تأسف است که بعد از 6 سال یک دختر هنوز در پی بی سرنوشتی بماند. به نظر من عشق حرمت داره، اما نه به قیمت گروگان گرفتن جوانی یک انسان. وقتی پسری در طول 6 سال یا 7 سال نتونه خانواده‌اش را قناعت بده که یا وقتی تمام رابطه و تماس‌های تصویری و وعده‌های دور مانند کیس آمریکا خلاص شود، باید کمی با عقل فکر کنیم نه با احساس. از طرف دیگر درد قوم‌پرستی هر روز هم مثل یک زخم ناصر در جامعه ما وجود داره و نمیگذاره 2 جوان به مراد دلشان برسن. حالا شما بگوین به نظر شما لیلا باید باز هم منتظر فرهاد بمونه، منتظر کسی آمریکای فرهاد بمونه، یا ای که به زندگیش برسه و با خواستگاری‌های دیگرش فکر بکنه؟ آیا فرهاد واقعا عاشق است یا فقط وقت کشی میکنه؟ دوستان عزیز، نظراتتان در کامنت برای ما بنویسین، چون لیلا حتما نظرات شما را میخونه و تصمیمات بهتری را بگیره. تشکر از اینکه تا آخر با صدای حقیقت بودید. لایک و سابسکرایب یادتان نروه. تا داستان بعدی، خدا یار و نگهدارتان.